سامسونگ S24 اولترا پرچمدار، این بار با مشکل تاچ و LCD که در اثر ضربه تاچ و LCD کاملا شکسته، اما فریم دستگاه کاملا سالم مونده. در پشت گوشی رو کاملا گرم میکنیم و با استفاده از الکل ایزوپروفیل میریم که بازش کنیم. با یه ورق پلاستیکی نازک از یکی از درس‌ها ورود میکنی. بعد از اینکه یکم ورود کردی دوباره یکم الکل ایزوپروفیل میزنی و هر جا که احساس کردی ورقت گیر کرده بازم الکل ایزوپروفیل میزنی. چسبی که زیر درا هست خیلی نیست، پس احتیاجی نیستش خیلی عمیق ورقتو وارد کنی. میرسیم به قسمت دوربینا و وقتی رسیدی به اونجا یواش با دستت کمک میدی تا در خودش بلند شه. اینم از این، خیلی تمیز باز شد. اینم یه نمای کلی از دوربینا و فلت‌ها و سنسوراش. حتما این چسبا رو روی لنزای دوربین بزنین که یه وقت آسیب نبینه. اینجا دقیقاً پشت جاییه که ضربه خورده. میبینی که بعد از جدا کردن LCD هیچ آسیبی به فریم نرسیده. اینم از LCD اصلیش با همون کیفیت. نگاه کن ساختیم چی ما از این.